و همچنان با خود باوری باشیم، اعتماد با نفس داشته باشیم که ما می توانیم که به نصرت الله جل جلاله، طوری که در تاریخ ثابت ساخته، با آن یورشگرایی که پدرکلانای ما شما شکست داده بودند، در طول تاریخ افغانستان بارها خارجی ها از سمتهای مختلف خاک ما شما را اشغال کرده، اما ناکام شده. الحمدلله. از سکندر مقدونی گرفته تا امریکا و ناتو، انگلیسی ها 3 دفعه به این سرزمین یورش آوردند و این خاک را می خواستند که تحت تسلط خود را بیاورند، اما استخوان‌های آنها تا حالا زیر خاک این سرزمین موجود است و این ارمان خود را با گور بردند. وقتی که در عرصه نظامی و سیاست با همه دنیا، با همه کشورها ما این را قابل مقایسه مثبت می‌دانیم که بسیار الحمدلله خوب هستیم، پس چرا در اقتصاد نباشیم؟ چرا در تعلیم هم نباشیم؟ ظرفیت استعدادهای افغانستان، مردم افغانستان و ملت شریف ما شما الحمدلله فوق العاده است. اگر ما کوشش کنیم، ما کار کنیم، سر خود زحمت بیاوریم، پس میشه که در پهلوی حریت سیاسی حریت اقتصادی را نیز داشته باشیم.